مادر برای بچهش عروس میکوه. اول از همسایه ها سراغ میکند که در یگان جگان خیش تبار داشته باشند، یگان دختردار، دختر خوب باشه، با ادب باشه، با تربیه باشد، پدر و مادری شوش احترام کند، حرمت کند، خوراکای خوب پخته کند و همین از خیش تبار خودش و خواهر و برادر و در هر جایی که در دور و نزدیک یگان خیش تبار داره سراغ میکند و بعد رفته یک میبیند که کدامش مقبول میشه، پسند میشه. عروس انتخاب میکند، مهر میبرند. خیلی از روی دید خودش دختر زیبا است، خوب است، از همسایه ها میپرسه، با ادب است، خوراکای خوب پخته میتونه و بعد روزی مهر میبرن، روزی توی معین میکنن، عروس هم زیبا میکنن و در روزی توی مادر و عروس نگاه میکنه و میگه که بچم حیف شد.